و توپش با اختلاف تقریبا میشه گفت خیلی زیادی به بیرون رفت. این طرف موقعیت برای میلاد محبی نژاد. کورنر کوتاه، یه ضربه، باز هم کورنر باید تکرار بشه. 9 دقیقه و 47 ثانیه تا پایان. دیجیکالا 2 کالا 0. آخرین رقابت از مرحله گروهی. رضا براتی به سمت راست میاره، فرصت برای آبی پوشید. چه پاس بعدی رو داد یا شماره 5 مجتبی مقدم. فرزاد دلاوری بین 2-3 نفر تو با ورزش همینجوری داره جلو میبره. شاید اگر یه نفر همراه و حرکت میکرد الان گل بعدی هم به ثمر رسیده بود. بازیکن‌های اوکالا در فاز دفاعی یه مقداری دیگه کم اهمیت ظاهر میشن. این ضربه محمد مهدی یعقوبی با چنگ و دندون توپو میگیره، سری بازی رو شروع میکنه. قبل از همینه شاکریان مدافعین اوکالا با این شوت محکم بازم محمد مهدی میگیره. خیلی خوب بوده این محمد مهدی یعقوبی. محمد مهدی یعقوبی عملکردش واقعا قابل ستایشه. همین دروازه‌بان 8 دقیقه و 28 ثانیه. بس رو به جلو، فرصت برای بازیکنه سفید پوش. این ضربه محکم از عادل رحمانزاده، همکاری او و امیر دائمی. رضا براتی، امین ترکاشوان 1-1 رد میشه و تو برخورد میکنه به ابوالفضل فضل‌الله. رضا براتی و عادل رحمانزاده که توپو رو بلوکه میکنه. علیرضا وحیدی به راست، محبی نژاد برای ترکاشوان. حالا رضا براتی محکم میزنه و بازم مدافعین دیجیکالا در مقابل توپ او هستند. امین ترکاشوند، رضا براتی و توپ به بیرون میره. همکاری نه چندان خوبه بازیکنای اوکالا. زمان برای اونها به تندی داره سپری میشه. یک پاس بلند و امیر حسین پور باید بازی رو آغاز بکنه درخواست وقت استراحت. حسین پور بازی رو شروع خواهد کرد.
اوکالا دیگه چیزی برای از دست دادن نداره و باید سراپا حمله باشه. چرا اصلا پاور پلی بازی نمی کنن؟ یه موقعیت ابوالفضل فضل‌اللهی جایگیری خوبی داشت اما پاس خوبی برای ارسال نشد. امین ترکاشوند دور میزنه. حالا ابوالفضل فضل‌اللهی موفق، فعلا رضا براتی با نوک پای راست، این ضربه و توپ به بیرون میره. یه پاس با بیرونه پای راست، یه اشتباه کم مونده بود گل سوم رو خودشون به خودشون بزنن. چه اشتباهی رو کرد مجتبی مقدم. محمد مهدی یعقوبی توپو فقط دور کرده از منطقه خطر. رضا براتی رو به جلو، امین ترکاشوند خیلی خوب دور میزنه، عطب نفع اوکالا. میکنه یه ضربه محکم از رضا براتی و تو با اختلاف تقریبا میشه گفت زیادی هم به بیرون رفت. محمد مهدی یعقوبی این پاس درست روی سینه عادل رحمانزاده، از پشت سر ترکاشوند تعادل او رو به هم میزنه. عذرخواهی هم میکنه امین ترکاشوند. ببینیم چه اتفاقی میفته در ادامه. فرصت برای دیجی کالا، اونا میتونند اختلاف رو به عدد 3 افزایش بدن. حالا زده حمله اوکالایی ها، براتی براست برای ترکاشوند، این ضربات یه لحظه بس دست محمد مهدی یعقوبی در اومد و سریع هم عذرخواهی کرد. رضا براتی آفرین به او، کارش قابل تحسینه. امیر حسین پور سرعت بازی، سرعت گردش توپ، انتقال توپ از نیمه ها به طرفین واقعا بی‌نظیر بوده. عادل رحمانزاده سعی میکنه که گل بعدی رو بزنه، رد شد از دروازه‌بان و کرنر یا خیر توپ از خط عبور کرده بود. حالا موقعیت دروازه‌بانشون رو تعویض میکنن بازیکنان و تیم دیجی کالا. آرش حیدری در چارچوب میسته. این 4 دقیقه آخر آرش حیدری فرصت بازی به دست آورده. توفیق اجباری بود یه جورایی برای او، چرا که دچار مصدومیت شده انگار یعقوبی. ترکاشوند این ضربه از عادل رحمانزاده تو برمیگرده. حالا موقعیت برای اوکالا حداقل یکی از گل‌های خورده رو جبران بکنند و بازم قطع ارتباط توسط امین شاکریان. رضا براتی 1-2 بازیکن‌های آبی پوش خطا نیست و حالا سوت وحید سلیمانی که اعلام خطا میکنه. با 1-2 ثانیه تعلل وحید سلیمانی خطا رو گرفت. صحبت‌های آرش حیدری در چارچوب دروازه، ببینیم چطور استفاده خواهند کرد. ترکاشوند خودش میزنه یا میتونه پاس بده به رضا؟ محکم و مستقیم تو گل. امین ترکاشوند اختلاف رو کم میکنه 2-1، ولی دیگه به ذره دیره. اوکالا حذف شده است و خیلی سخته بخواد راه صعود رو پیش بگیره، خصوصا که حریف هم حریف دست و پا بسته نیست و دیجی کالا واقعا تیم خوب شایسته نشون داده. مجتبی میزنه، عالی میگیره آرش حیدری روی برگشت. امین ترکاشوند موقعیت، سوت داور، پنالتی. حالا سر و صدای وحشتناک اعتراض طرفدارا و تماشاگرای تیم
دیجی کالا نسبت به تصمیم بحث برانگیز داور مسابقه. صحبت‌های درگوشی سلیمانی و پورشایگان هم تأثیری در اعلام خطا نداره و بازم ضربه آزاد به نفع اوکالا. این دقایق داره همه چی عوض میشه. یه تیکه بازم زد تو گل امین ترکاشوند. بلایی که هفته پیش به سرشون اومده بود این بار خودشون به سر حریف میارن. اوکالا 2 دیجی کالا 2 مساوی. و چه خبره؟ جای همه فوتسال دوستا در سالن خالیه. برمیگردونن توپ رو. 2 دقیقه و 30 ثانیه. اوکالا میتونه این بازی رو ببره یا نه؟ رضا براتی باز رو به جلو. ترکاشوند همکاری عالی. این پاس دیگه محکم بود و از دست رفت فرصت. آرش حیدری کوتاه. علی ترکاشوند این پاس بلند. فرصت برای فضل اللهی. فوق‌العاده استثنایی دروازه‌بان تیم اوکالا. چه توپی گرفت. آرش حیدری تیمش رو امیدوار به ادامه مسابقه نگه داشت. یه بار دیگه ابوالفضل فضل‌الله اشتباه میکنه. امین ترکاشوند این برخورد خطا درسته. وحید سلیمانی یه کارت زرد نشون میده به امین ترکاشوند. اعتراضا ادامه داره. هرچی وقفه تو جریان بازی بیشتر باشه به ضرر تیم اوکالا خواهد بود. فرزاد دلاوری فرصت داره بازیکن دیجی کالا. اونها توپ رو از دست دادن. امین شاکریان بازیکن تکنیکی و ریزنقش اونها. فضل اللهی همکاری خوبشون نتونست ابوالفضل پاس بعدی رو بهتر بده. حالا موقعیت برای اوکالا. 3 نفر در فاز حمله. چیکار کرد رضا براتی؟ با نوک پا ضربه رو زد به توپ مستقیما به بیرون. 60 ثانیه و تموم. چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ ابوالفضل فضل اللهی موقعیت داره دیجی کالا. دفع توپ سراسیمه توسط مدافعین و پورشایگان بازم خطا گرفته انگار. درخواست وقت استراحت از جانب مربی تیم دیجی کالا. تو این ثانیه ها کدوم تیم میتونه گل برتری رو به ثمر برسونه؟ خیلی جالبه این صدایی که میشنوید. تماشاگرای تیم کرمان موتور هستن که دیجی کالا رو تشویق میکنن و اونا دوست دارن که اوکالا شکست بخوره. نمایی زیبا از تماشاگرانی که حاضر هستن در سالن. کودکان کم سن و سالی که اومدن تا رقابت‌های فوتسال رو از نزدیک تماشا بکنند. پنجاه و 51 ثانیه. ضربه آزاد به سود تیم دیجی کالا. فرزاد دلاوری پشت توپ روی 2 ضربه آزاد امین ترکاشوند 2 تا گل واسه اوکالا زد.
فرزاد دلاوری، کار تمرین شده یا بازیکنای دیجی کالا، دفاع جانانه یا به پوشای اوکالا. این موقعیت دفع اشتباه توپ اوت به سود دیجی کالا. یه پاس رو به عقب، یه ضربه نه چندان جالب. رضا براتی که در این دقایق به عنوان یار پنجم در سیستم پاور پلی کار میکنه. 34 ثانیه. اوکالا اگر ببره تحت شرایطی شاید صعود خواهد کرد. فرصت دروازه‌ای که خالیه و شانس آوردن که گل نشد. علی شاکریان ضربه را زد. 20 ثانیه فرصت برای رضا براتی. اوت به سود اوکالا.